در پیام افتتاحی گشت نظامی رهبری چین گفت امروز بشریت با انتخاب صلح و یا جنگ، مکالمه و یا مقاومت مواجه می باشد. یا پیروزی برای هر دو جانب خواهد بود و یا هیچ. سی جین پینگ تاکید کرد که مردم چین در جانب درست تاریخ قرار دارد. او غیر مستقیم با اشاره به ایالات متحده آمریکا ابراز داشت که مردم چین به فشار سرخم نمی کند. به قول رهبر چین، اذیت مردم این کشور در سالهای جنگ دوم جهانی که با کمک حزب کمونیست به پیروزی چین انجام یافت، نسل‌های آینده را هم برای بی اثر نمودن تلاش‌های محدود نمودن رشد این کشور از طرف ممالک غربی الهام می‌بخشد. در این نمایش رهبر چین همچون نمونه همدلی متفقانش ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و کیم چن اون رهبر کره شمالی را در کنارش قرار داده بود. اصلا پرد پیروزی بعد نشست سران این کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای دایر شد که در آن چین نظر الترناتیویش درباره نظم نوی جهانی را که در آن تاثیر ایالات متحده و ممالک غربی باید کاهش یابد پیشکش نمود. این چاره‌بینی ها از نظر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دور نماندند. او در شبکه ترو سوشال رهبر چین را با سالگرد ختم جنگ دوم جهانی تبریک نموده نوشت سوالی کلان که باید جواب داده شود این است که آیا سی جین پینگ درباره میزان بزرگ دستگیری و خونی که آمریکا برای رهایی چین از اشغالگران ژاپنی صرف کرده است یادآوری می‌کند یا نه؟ ترامپ رهبران روسیه و کره شمالی ولادیمیر پوتین و کیم چن اون را هم خاطر نشان کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به رهبر چین می نویسد گرمترین پیام های مرا به ولادیمیر پوتین و کیم چن اون که همراهش با شما ضد منفعت های آمریکایی اقدام می اندیشید رسانید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از ادامه بمباران های اوکراین ناراحت بوده افزود که از پوتین خیلی دلسرد شده است. او گفت هزارها نفر وفات می کنند. آنها روس و اوکراینی هستند. جنگ معنی ندارد. او وعده داد است که روس‌های نزدیک در این باره چاره خواهد اندیشید.